4 جای بدنمون هستن که نباید اجازه بدیم کسی لمس کنه. خودمونم نباید این قسمت ها رو تو بدن دیگران لمس کنیم. دهان، سینه، بین پاها و باسن. اینا قسمت های خصوصی بدن ما هستن. فقط کسایی که خیلی بهشون اعتماد داریم میتونن بهشون دست بزنن. مثلا مامان میتونه به جاهای خصوصی بدنمون دست بزنه. خب حالا به من بگین وقتی از مدرسه برمیگردین خونه و مامان بغلتون میکنه چه حسی دارین؟ بعضی وقتا مامان بوی سبزی میده. خب اون موقع احساس خوبی ندارین؟ چرا داریم؟ مامان ممکنه وقتی داره حمومتون میکنه به اون 4 قسمت بدنتون دست بزن. گاهی هم ممکنه دکتر وقتی مامان و بابا تو اتاق هستن اون قسمت ها رو معاینه کنه. این کار عمو دکتر یا مامان باعث میشه که شما تمیز و سلامت باشی. وقتی آدمایی که خیلی ما رو دوست دارن و مراقب ما هستن بدن ما رو لمس میکنن بهش میگیم تماس امن. اما اگه کسی دیگه این 4 قسمت بدنتون رو لمس کنه کار اشتباهیه. ممکنه باعث بشه خجالت بکشین یا بترسین یا فکر کنین کثیف شدین یا ناراحت و غمگین بشین. ممکنه کسی به شما عکس‌ها یا فیلمای بد و کثیف نشون بده یا مجبورتون کنه لباستون رو در بیارین یا جلوی شما به قسمت‌های خصوصی بدن خودش دست بزنه. این کارا برای شما خطرناکه و ما به این کارها میگیم تماس ناامن. این کارا خوب نیست و شما رو اذیت میکنه. ولی بعضی از آدما ممکنه این کارا رو انجام بدن. خب حالا اگه کسی این قسمت‌های بدنمون رو لمس کرد چی کار باید بکنیم؟ شما باید داد بزنین نه و بعد فرار کنین و برین پیش آدمای خوبی که بهشون اعتماد دارین و ماجرا رو تعریف کنین. مثلا کی؟ شما بگین به کیا اعتماد دارین؟ سگ خوشگل من. بله میتونی به سگت بگی ولی اونم میفهمه، میتونه بهت کمک کنه. من به مامان و معلمم اعتماد دارم. خب پس اگه کسی شما رو جوری لمس کرد که حس کردین ناراحتین باید به کسی که اعتماد دارین بگین و اونقدر حرفتون رو تکرار کنین تا حرفتون رو گوش کنن. اگه به آدمی که اعتماد دارین بگین مثلا به مامان یا بابا اون وقت خیالمون راحت میشه که دیگه این اتفاق برای خودمون و بچه‌های دیگه نمیافته. میبرم یه جایی که بدون دنیا دسته. همتون باید در مورد اورژانس اجتماعی هم بدونید. اگه با شماره 1 2 3 تماس بگیرین و کمک بخواین یه آدم مطمئن میاد تا به شما کمک کنه. اینم همیشه یادتون باشه بچه‌ها که اگه یه نفر به شکل بدی قسمت‌های خصوصی بدن شما رو لمس کرد اصلاً تقصیر شما نیست. تقصیر اون کسیه که این کارو کرده. نگران نباش عزیزم، اتفاق برات نمیافته. فقط به هم بگو چی شده. بچه‌ها یادتون باشه که اگه این اتفاق برای خودتون یا یکی از دوستاتون افتاد همیشه کسی هست که به شما کمک کنه. حتما به من در اورژانس اجتماعی با شماره 1 2 3 زنگ بزنین تا من بیام پیشتون. اگر کسی نقاط خصوصی شما را لمس کرد فریاد بزنید نه و به بزرگتر خودتان بگویید یا به تلفن 123 زنگ بزنید. هر کسی که باعث آزار کودکان شود دستگیر خواهد شد.